به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی روانشناسی در حوزه مردان شروع می‌کنیم. رازهایی درباره مردان که هر زنی باید بداند. باربارا دی آنجلیس این کتاب رو نوشته و خانم مریم زوینی یا زوینی این کتاب رو ترجمه کردن. نشر آسیم در تهران در سال 1392 این کتاب رو چاپ کرده. موضوع این کتاب مردان و روانشناسی، جنس مذکر، تفاوت‌های جنسی و روانشناسی مردان و رفتار جنسی، روابط بین اشخاص. ابتدا نوشته پشت جلد کتاب رو برای شما میخونم و سپس کتاب رو با هم شروع میکنیم. لطفاً با من همراه باشید. آیا تا به حال پیش آمده آرزو کرده باشید ای کاش مردها هم دفترچه راهنمای استفاده داشته باشند؟ دستگاه توستر یا پیغامگیر تلفن همیشه با دفترچه کوچکی همراه است که به شما کمک می کند تا محصول را بشناسید و به شما می آموزد چگونه از آن استفاده کنید تا صدمه‌ای به خود یا به دستگاه نرسانید. پس مردها چطور؟ زیرا زنها از هیچ چیز به اندازه آنان استفاده نمی کنند. با وجود این انتظار می رود که طرز کار مردان را خودمان کشف کنیم. ما زنان در هر روز از زندگیمان با مردها سر و کار داریم. شوهران، رؤسا، کارمندان، دوستان، پسران و یا پدرانمان. ما سعی می کنیم آنان را درک کنیم، از آنها مراقبت نماییم، دوستشان بداریم و کاری کنیم که آنها هم در مقابل دوستمان بدارند. وقتی همه چیز خوب پیش می رود، فکر می کنیم مردها فوق‌العاده‌اند و زندگی بدون آنها میسر نیست. اما وقتی اوضاع خوب پیش نمی رود، فکر می کنیم مردها غیر قابل تحمل هستند و زندگی بدون آنها راحت تر است. همانطور که در این کتاب آموزش داده می شود، بهترین راه حل این است که تمام مسائل مربوط به مردان را بیاموزید تا بتوانید آنها را درک کرده و با آنان بهتر کنار بیایید و در نتیجه قادر به برقراری ارتباط عالی با مرد زندگیتان شوید. این کتاب شامل 9 بخش هستش که من از بخش دوم برای شما شروع می‌کنم به خواندن. 6 اشتباه بزرگ که زنان در ارتباط با مردان مرتکب می‌شوند. آیا شما یک شهید عشق هستید؟ آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که آنچه در مورد رفتار با مردان آموخته اید اشتباه است؟ آیا تا به حال پیش آمده که کاری انجام داده باشید که مطمئن بوده اید مردتان را خوشحال می کند و از واکنش منفی او شوکه شده باشید؟ آیا تا به حال احساس کرده اید که در ارتباط با مردان باید دستورالعمل بدی دریافت کرده باشید چون هیچ کاری درست پیش نمی رود؟ اگر به هر یک از سوالات بالا پاسخ مثبت دادید بدانید که تنها نیستید. در طول سمینارها و گروه‌های همیاریم با هزاران زن کار کردم. اغلب آنان می‌دانستند که مشکلی در نحوه ارتباطشان با مردان وجود دارد، لکن نمی‌دانستند مشکل چیست تا در صدد رفعش برآیند. بهبود روابط شما با مردان، خواه همسرتان باشد یا رئیس، پدر و یا پسرتان، تنها در این نیست که رفتار او را درک کنید، بلکه باید نگاهی صادقانه نیز به اعمال خودتان داشته باشید. روابط شما با مردان تا چه اندازه سالم و مناسب است؟ برای تعیین سطح قدرت و ضعف شما در روابطتان با مردان آزمون کوچکی برایتان طرح کرده‌ایم. برای هر سوال یکی از پاسخ‌های زیر را برگزینید. الف: تقریباً همیشه. ب: غالباً. پ: گاهی اوقات. ت: به ندرت. و س: تقریباً هرگز. تا آنجا که می توانید صادقانه پاسخ دهید و گزینه‌ای را انتخاب کنید که دقیقاً وضع شما را بیان کند. منظور این است که جوابی ندهید که فکر می کنید باید آنگونه باشد، بلکه پاسخی را انتخاب کنید که معمولاً آنگونه است.
1. وقتی در کنار مرد مورد علاقه‌ام هستم، خودم ارتباطاتم را سانسور می‌کنم، در پی تایید او هستم. نیازهای خود را فدا می‌کنم و خجالتی و کمرو می‌شوم و به این ترتیب گویی قسمتی از خود را از دست می‌دهم. 2. خودم را در برابر مرد زندگیم مسئول می‌دانم و می‌خواهم مطمئن باشم که تمام کارهایش را درست انجام می‌دهم. 3. اجازه می‌دهم مردها رفتاری با من داشته باشند که هرگز آن را از طرف زن دیگری تحمل نمی‌کنم. 4. با لوندی کردن، سر به سر گذاشتن و غیره از جاذبه جنسیم برای پیش بردن مقاصدم استفاده می‌کنم. 5. به خاطر ترس از واکنش مرد زندگیم احساس حقیقیم را پنهان می‌کنم و یا کاری را که دوست دارم انجام نمی‌دهم. 6. از مردها به خاطر رفتاری که در گذشته با من داشته‌اند یا رفتاری که اینک با من دارند آزرده و خشمگین هستم. 7. برای به دست آوردن توجه و عشق یا پرهیز از خشم مردان سعی می‌کنم خود را ضعیف، درمانده و گیج نشان دهم. 8. احساس می‌کنم تمام احترام و علاقه‌ای را که لایقش هستم از مردان زندگیم دریافت می‌کنم. 9. همیشه آنچه را احتیاج دارم و می‌خواهم از مرد زندگیم تقاضا می‌کنم. 10. وقتی کنار مردی قدرتمند هستم مثل رئیس، پدر یا اشخاص حقوقی احساس راحتی می‌کنم و اعتماد به نفس دارم و تغییر رفتار نمی‌دهم که یا به طرزی غیرعادی بدخلق و خشن یا برعکس کمرو و محجوب ظاهر شوم. حالا امتیاز کلیتان را جمع ببندید. برای سوالات 1 تا 7 امتیازهای زیر را برای خود منظور کنید. ا 2 امتیاز، ب 4 امتیاز، پ 6 امتیاز، ت 8 امتیاز و س 10 امتیاز. برای سوالات 8 تا 10 ا 10 امتیاز، ب 8 امتیاز، پ 6 امتیاز، ت 4 امتیاز و س 2 امتیاز. امتیازات 80 تا 100. تبریک میگویم. تلاش سخت شما برای خود و روابطتان جواب داده و شما یاد گرفته اید چطور در آن واحد زنی قدرتمند و دوست داشتنی برای مرد زندگیتان باشید. شما احساس قدرتی به دست آورده اید که باعث شده حتی در کنار مردان بزرگ و مهم هم آرام بمانید و خودتان باشید و می‌دانید که درست ارتباط برقرار کردن لازمه یک رابطه سالم و پایدار است. برای پرهیز از بروز مشکلات آتی روی مناطقی کار کنید که امتیاز کمتری آورده اید. امتیازات 60 تا 79. روابطتان با مردها بد نیست ولی میتواند بهتر باشد. اغلب خانم‌ها در این گروه قرار میگیرند. برای اینکه مانع بروز مشکلات جدی شوید باید به نکاتی توجه کنید. تمرین کنید که احساسات و احتیاجات خود را بیان کنید و از 6 اشتباه بزرگی که زنان مرتکب میشوند و در این فصل توضیح خواهیم داد پرهیز کنید. شما بیش از آنچه فکر میکنید شایسته عشق و محبت هستید. امتیازات 40 تا 59. روابط شما با مردها دچار مشکل جدی است. شما عادات احساسی بدی دارید که مانع شده عشق و احترام لازم را به دست آورید. اگر به ضعف شخصیتی خود در کنار مردان غلبه نکنید هرگز احترام آنها را به دست نخواهید آورد. سعی نکنید مثل یک فرش پادری رفتار کنید و وانمود کنید که همه چیز مرتب است. وقت آن است که کاری بکنید. قدم اول این است که با خودتان صادق باشید و بدانید که از زندگیتان ناراضی هستید. هرچه از این کتاب می‌آموزید تمرین کنید. از دوستانتان یاری بگیرید و با خود عهد کنید که همان زنی شوید که می‌خواهید. امتیازات 39 یا پایین‌تر. اورژانس. روابط شما با مردها ناسالم است. شما چنان مدت طولانی درد کشیده و از بی‌محبتی رنج برده اید که احتمالاً فراموش کرده اید که اگر
در کنار مردی که دوست دارید خودتان باشید چه احساسی دارد؟ ممکن است حتی ندانید که رابطه سالم داشتن به چه معناست. وقت آن رسیده که به سرعت وارد عمل شوید و این کار به تنهایی میسر نیست. دستتان را به سوی زنان دیگر دراز کنید. به گروه‌های همیاری بپیوندید. تا جایی که مقدور است از این کتاب استفاده کنید و هر کاری از دستتان ساخته است برای دوباره عشق ورزیدن به خودتان انجام دهید. با افسردگی، منفی بافی و آزردگی مبارزه کنید. دیگر نقش یک قربانی را بازی نکنید. تنها شما می توانید تغییر ایجاد کنید. لیاقت شما خیلی بیشتر از این است. پیشنهاد می کنم هر از گاهی این آزمون را انجام دهید تا پیشرفت خود را در جهت تبدیل شدن به زنی برتر بسنجید. ابتدا نکات این کتاب را تمرین کنید و بعد به عقب برگردید و دوباره به سوالات آزمون پاسخ دهید. با به دست آوردن امتیاز بالاتر متوجه پیشرفت خود خواهید شد و همانطور ادامه خواهید داد تا روابطی دوست داشتنی با مردتان به وجود آورید. آیا شما باعث می شوید که بدترین خصوصیات مردی که دوست دارید ظاهر شوند؟ چه آگاه باشید و چه نباشید، چه شما باعث بروز رفتار بد در مرد مورد علاقه تان باشید. من نمیگویم تمام مشکلات موجود تقصیر زنان است یا اینکه نحوه برخورد ما اشتباه یا بد است یا مردان نیاز به تغییر ندارند و این ما هستیم که باید تغییر کنیم. من میگویم 50% مشکلات ناشی از طرز برخورد و رفتار زنان در برابر مردان است. بسیاری از رفتارهایی که ما زنان انجام می‌دهیم تا دوست داشتنی باشیم رفتارهایی هستند که برای روابطمان بسیار زیانبارند. البته ما این اشتباهات را به عمد نمی‌کنیم. بسیاری از ما این الگوی رفتاری را از مادرانمان و آنها نیز از مادرانشان آموختند. ولی وقتی ما به این شیوه‌های قدیمی عمل می‌کنیم در نهایت به عنوان یک زن احساس بدی نسبت به خود پیدا می‌کنیم و در واقع باعث می‌شویم که مردان نیز رفتار بدی با ما در پیش بگیرند. 6 اشتباه بزرگ که زنان در ارتباط با مردان مرتکب می‌شوند. 1. زنان رفتارهای مادرانه دارند و با مردان مانند کودکان رفتار می‌کنند. 2. زنان خودشان را فدا می‌کنند و همیشه خود را در درجه دوم اهمیت بعد از مردی که دوست دارند قرار می‌دهند. 3. زنان عاشق امکانات و توانایی‌های مردان می‌شوند. 4. زنان برتری و صلاحیت خود را پنهان می‌کنند. 5. زنان از قدرت خود چشم‌پوشی می‌کنند. و 6. زنان برای به دست آوردن آنچه از مردان می‌خواهند مانند دختر بچه‌ها رفتار می‌کنند. اشتباه شماره 1. زنان رفتارهای مادرانه دارند و با مردان مانند کودکان رفتار می‌کنند. آیا شما تا به حال یکی از جمله‌های زیر را به مردی گفته‌اید؟ عزیزم، کیف پولت را آوردی؟ یادت نرود سر راه لباس‌ها را از خوشرویی بگیری. یادت بود که قبض عقب افتاده برق را پرداخت کنی؟ متوجه هستی که باک بنزین تقریبا خالی است؟ یادت نبود میز رزرو کنی؟ مهم نیست، من زنگ میزنم. چند بار بگویم که حوله‌های خیس را روی زمین نینداز؟ فکر نمی‌کنی با آن ژاکت نازک سردت شود؟ اگر شما هم مثل من باشید حتما پس از خواندن این لیست احساس خجالت و گناه می‌کنید. اشتباه شماره 1 یکی از رایج‌ترین و بدترین عاداتی است که ما زنان در ارتباط با مردان داریم. ما با مردها مانند کودکان رفتار می‌کنیم. می‌پنداریم آنها نمی‌توانند از خودشان مراقبت کنند. طوری رفتار می‌کنیم گویی آنان توانایی ندارند و برای اداره زندگیشان به ما محتاجند. می‌دانم حالا به چه فکر می‌کنید که در بسیاری موارد این پندارها حقیقت دارند و شاید هم درست فکر می‌کنید، ولی این مهم نیست. مسئله مورد اهمیت این است
هنگامی که شما با یک مرد مانند پسر بچه‌ای رفتار می‌کنید، او هم درست مثل یک بچه عمل می‌کند. وقتی انتظار دارید که مردی نالایق باشد، او نالایق باقی خواهد ماند. روش‌هایی که زنان مادرانه رفتار می‌کنند و مردان را کودک می‌پندارند. 1. بیش از اندازه کمک کردن و انجام دادن کارهایی که مردان خودشان باید انجام دهند. ما دنبال کلید اون می‌گردیم. به اتاق می‌رویم و چیزی را که خودش راحت می‌تواند پیدا کند به او می‌دهیم. پشت سرش چیزهایش را جمع و جور می‌کنیم. موهایش را شانه می‌زنیم، کراواتش را صاف می‌کنیم، هر روز صبح لباسی انتخاب می‌کنیم و برایش روی تخت می‌گذاریم. 2. بازی کردن با کلمات و سعی در گرفتن اطلاعات از مردان به این ترتیب. ما میگوییم بسیار خوب، گرسنه‌ای؟ دلت برشتوب می‌خواهد؟ نه. بیسکویت چطور؟ بیسکویت هم نه؟ خب کمی سوپ چطور است؟ زیاد جالب نیست. بگذار کمی فکر کنم. فهمیدم. چطور از ساندویچ پنیر درست کنم؟ عالی نیست؟ 3. مردان را بی‌حواس و فراموشکار پنداشتن و یادآوری تمام چیزهایی که خودشان باید به خاطر بسپارند. یادت نرود که وقتی رسیدی به من زنگ بزنی. یادت نرود سوزی را از کلاس ورزش برداری. یادت نرود امشب آشغال‌ها را بیرون بگذاری. یادت نرود که امروز وقت دکتر داری. 4. سرزنش کردن مردان به طوری که انگار بچه هستند. بدون ژاکت کجا می روی؟ نمیدانی بیرون هوا سرد است؟ چند بار باید بگویم قبل از اینکه به رخت خواب بروی چراغ‌ها را خاموش کن؟ پول برقمان خیلی زیاد شده است. موقع تماشای بازی در خانه ادی یک پیتزای کامل و 3 نوشابه خوردی؟ بی خود نیست که دل درد گرفتی. 5. به گردن گرفتن مسئولیت‌هایی که فکر می‌کنید مردان نمی‌توانند درست انجام دهند. اگر رزرو رستوران را به عهده شوهرم بگذارم، او یا ساعت بدی را رزرو می‌کند یا فراموش می‌کند تأکید کند یک میز خوب رزرو کنند. برای همین همیشه خودم این کار را می‌کنم. آخرین باری که استیون را برای خرید لباس همراه بچه‌ها فرستادم افتضاح بود. آنها لباس‌هایی خریده بودند که به هیچ عنوان نمی‌توانستند در مدرسه بپوشند. دیگر خودم آنها را برای خرید میبرم. تحمل ندارم که آن اتفاق دوباره تکرار شود. از 1 ماه پیش از جیسون خواستم که یک هتل خوب در شیکاگو برایمان پیدا کند، ولی فراموش میکند و حالا فقط 3 هفته به سفرمان مانده است و بالاخره هم من باید تمام تلفن‌ها را بزنم تا هتل پیدا کنم. از اول هم خودم باید این کار را میکردم. و 6. اصلاح کردن و راهنمایی مردان. نه عزیزم، زوجی که در تعطیلات ملاقات کردیم اهل ویرجینیا بودن، نه ویرجینیای غربی. عزیزم، این کلمه‌ای که به کار بردی اشتباه بوده. فکر می‌کنم برای اینکه به شلوغی برنخوریم باید از خروجی بعدی برویم. در واقع اگر جای تو بودم الان به سمت چپ می‌رفتم. چرا به مادرت زنگ نمی‌زنی؟ اول بگو بچه‌ها حالشان خوب نیست و بعد هم بگو که این هفته کارت زیاد است. بعد که مادرت نگران شد بگو که یک شنبه آینده نمی‌توانیم به دیدنش برویم. اما هرچه میگویی یادت باشد که نگویی هفته پیش مادر مرا دیدیم. چرا زنان رفتاری مادرانه با مردان در پیش میگیرند؟ میدانم دوست ندارید فکر کنید که با مرد مورد علاقه تان رفتار مادرانه ای دارید، ولی باور کنید که شما تنها نیستید. چرا ما مثل مادرها با مردهایمان رفتار میکنیم؟ زنان آموخته‌اند مادر باشند و در قبال این خصوصیت پاداش میگیرند. وقتی شما در حال رشد بودید، اولین الگویتان مادرتان بود. با دیدن او که چطور از شما و خواهر و برادرتان نگهداری میکرد، شما از همان کودکی یاد گرفتید پرستاری کنید، بخشنده باشید و به نیازهای دیگران اهمیت دهید. اگر مادرتان در قبال پدرتان هم رفتار مادرانه داشته،
این حالت در شما بیشتر قوت گرفته است. بیایید اینطور به قضیه بنگریم. اگر شما همیشه شاهد بوده اید که مادرتان به جای رفتاری رمانتیک رفتاری مادرانه یا با پدرتان داشته، به عنوان یک کودک تصور کرده اید این رفتاری است که زن باید با مرد داشته باشد. وقتی بزرگ شدید و با مردی ارتباط برقرار کردید، ناخودآگاه طبق الگوی رفتاری مادرتان عمل می‌کنید و با آن مرد رفتاری مادرانه خواهید داشت. وقتی جولی پیش من آمد و از رابطه‌اش با فرد شکایت کرد، 3 سال از ازدواجش می‌گذشت. به تلخی گفت: من احساس نمی‌کنم همسر فرد هستم. احساسم این است که مادرش هستم. به نظر می‌رسد وقتی کنار من است بچه می‌شود. انتظار دارد وسایلش را جمع و جور کنم، به جای او فکر کنم و در آخر هم مسئولیت همه چیز را بر عهده بگیرم. روز به روز تنبل‌تر می‌شود و من هر روز به روز خشمگین‌تر می‌شوم. جولی حتی نمی‌دانست که رفتار مادرانه‌اش طبیعی است. او فرد را مقصر و ناکامل می‌دانست و آنقدر در این فکر غرق بود که هرگز نقش خود را در ایجاد این مشکل در نظر نگرفته بود. همانطور که در مورد والدینش صحبت می‌کردیم و هر دو متوجه ریشه‌های مشکل جولی شدیم. او با چشمانی غمگین خاطراتش را به یاد آورد. اصلا نمیتوانم به خاطر آورم که مادر و پدرم را رمانتیک یا نزدیک به هم دیده باشم. پدرم به واسطه شغلش زیاد سفر میکرد و معمولی ترین و بیشترین خاطره‌ای که از مادرم دارم این است که قبل از سفر پدر لوازمش را جمع میکرد. بعد از برگشتن پدر چمدانش را باز میکرد. همواره یادآوری میکرد که قرارهای ملاقاتش را فراموش نکند و همیشه هم به خاطر لباسهای پدر به او غر میزد. فکر میکنم وقتی ما به 13 سالگی رسیدیم، پدر هم دیگر مثل ما یک نوجوان به حساب می آمد. وقتی مادر ما را دعوا میکرد، او را هم سرزنش میکرد. همانطور که به زور به ما غذا میخوراند، به پدر هم به زور غذا میداد. هرگز متوجه نشدم چه وقت در ذهنم به این نتیجه رسیدم که دوست داشتن یک مرد به معنای رفتاری است که مادر با پدرم داشت. تا همین اواخر مادر بودن هم مانند پرستاری و معلمی برای زنان یک حرفه به حساب می آمد. وقتی در حال رشد بودیم می دیدیم مادرمان به خاطر رفتارش مورد قدردانی قرار می گیرد و اگر ما هم آن رفتار را پیش می گرفتیم پاداشی داشتیم. آفرین سالی، خیلی خوب مراقب برادر کوچولویت هستی. جین عزیزم، لطف کن و کفش‌های بابا را برایش ببر. آفرین دخترم. وقتی می‌خواهیم مردی دوستمان داشته باشد، اغلب به طبیعت مادرانه مان برمیگردیم. داردین که 15 سال پیش ازدواج کرده است، این مسئله را چنین توصیف می‌کند: هر وقت احساس می‌کنم چارلی توجهی به من ندارد، فوراً در نقش مادر فرو می‌روم. غذاهای مورد علاقه‌اش را می‌پزم، کشوهایش را مرتب می‌کنم یا تا جایی که می‌توانم کمکش می‌کنم. چیزی که واقعاً می‌خواهم توجه بیشتر و صمیمیت بیشتر است و اینکه کمی مثل یک عاشق باشد، نه فقط یک شوهر. البته بعد از کارهایم دقیقاً خلاف چیزی را که می‌خواهم به دست می‌آورم. یعنی پسری که از ملاحظه مادرش متشکر است. ما با مردان رفتاری مادرانه داریم تا آنان وجود ما را لازم و حیاتی بدانند. وقتی شما در جهت رفع احتیاجات یک مرد تلاش بسیار می کنید، او به شدت به شما وابسته می شود. همه ما بارها شاهد تبلیغات تلویزیونی بوده ایم که در آن نشان می دهند شبی که مادر به مهمانی رفته و پدر قصد دارد برای بچه‌ها شام تهیه کند، چه افتضاحی به بار می آید. در چنین نمایشی مرد را هنگام غیبت زنش از خانه یک احمق به تمام معنا به تصویر می کشند. هرچه بیشتر از مردی نگهداری کنید و به نیازهایش برسید، او بیشتر به شما وابسته می شود و شما نقش حیاتی تری به دست می آورید. به عنوان یک زن، اغلب برای مقابله با کمبود و
وحشت تنها ماندن سعی می‌کنیم چنان مردان را به خودمان وابسته کنیم که حتی فکر ترک ما را هم نکنند. گویی ذهن ناخودآگاهمان به ما میگوید اگر او به اندازه کافی نیازمند من باشد هرگز ترکم نخواهد کرد. مردان عادت دارند که تر و خشکشان کنند و دوست دارند از آنها به خوبی مراقبت شود. اخیراً در سمیناری که برای گروهی از زنان ترتیب داده بودم از حاضرین پرسیدم چرا زنان مردان را تر و خشک می‌کنند؟ خانمی از انتهای سالن فریاد زد چون مردان دوست دارند. همه خندیدند چون همگی می‌دانستیم حقیقتی در جواب آن خانم نهفته است. آیا مردها از اینکه به آنان می‌رسید شکایت می‌کنند؟ گاهی بله، ولی اغلب اوقات خیر. وقتی رفتاری مادرانه با مرد زندگیتان داشته باشید بیشتر احساس می‌کند که دوستش دارید. مردها در حالی بزرگ می‌شوند که مادرانشان کاملاً به آنان رسیدگی می‌کنند و به عنوان افراد بالغ به آسانی از همسرانشان می‌پذیرند که آن نقش مادرانه را ایفا کنند. این حقیقت وقتی بیشتر شدت می‌یابد که شوهر شما چنین رفتاری را در مادر و پدر خودش نیز شاهد بوده باشد. حتی شاید لغت همسر در ذهن شوهر شما بیشتر مترادف مادر، پرستار و مراقب باشد تا دوست و همراه. و اگر شوهر شما در کودکی به اندازه کافی مورد عشق و توجه مادرش قرار نگرفته باشد با کمال میل اجازه می‌دهد که شما آن وظیفه را تکمیل کنید. پیش گرفتن رفتار مادرانه چگونه می‌تواند رابطه‌تان را به نابودی بکشاند؟ شاید ایفای نقش مادر در ابتدا مؤثر واقع شود، لکن در حقیقت اثرات مخربی بر رابطه شما خواهد گذاشت. 1. شوهرتان در نهایت رنجیده خاطر می شود و سرکشی خواهد کرد. در فصل اول در مورد نیاز روانی پسر بچه ها به استقلال از مادر و مطرح کردن خودشان به عنوان یک مرد صحبت کردیم. وقتی شما در مقابل شوهرتان نقش مادر به خود می گیرید، او در نهایت از شما می رنجد و علیه رفتارتان شورش می کند. شاید شکایتی از رفتارتان نکند یا حتی اصرار کند که به رفتار مادرانه تان ادامه دهید. ولی بالاخره طاقت نخواهد آورد چون تمام پسران روزی از مادرشان جدا خواهند شد. کارن 52 ساله وقتی فهمید شوهرش با منشی 24 سالش رابطه دارد پیش من آمد. کارن نمیتوانست درک کند که چرا شوهرش لئونارد چنین کاری کرده است. همانطوری که در دفترم نشسته بود توضیح داد. او همیشه راضی به نظر می‌رسید. می‌دانم دوستش کردم. همیشه میگفت مادر خودش اینقدر به او نمی‌رسیده است. ولی اصرار داشت که به رفتارم ادامه بدهم و میگفت دوست دارد بغلش کنم و لوسش کنم. حالا به من میگوید که در رابطه‌اش با من احساس خفگی می‌کند و کمی آزادی می‌خواهد. طی این 27 سال حتی یک بار هم شکایت نکرده بود. نمی‌فهمم چرا اینطور شد. وقتی با لئونارد صحبت کردم شکم به یقین تبدیل شد. او احساس می‌کرد با انتخاب یک زن جوانتر مادرش را با یک نامزد تعویض کرده است. حتی کلماتی که برای توصیف احساسش به کارن گفته بود مثل یک پسر نوجوان بود. احساس خفگی کردن و آزادی خواستن. درست مثل نوجوانی که می‌خواهد مستقل زندگی کند و برای ترک خانه والدینش لحظه شماری می‌کند. کارن می‌پنداشت با رفتار مادرانه‌اش می‌تواند نمونه یک همسر خوب باشد، ولی همین باعث رانده شدن لئونارد بود. 2. شوهرتان در نهایت احساس بی‌لیاقتی خواهد کرد. هنگامی که شما مدام رفتاری با شوهرتان دارید که گویی او فاقد صلاحیت است، او هم احساس می‌کند که واقعاً نالایق است و هرچه بیشتر این گونه احساس کند، عزت نفسش کمتر می‌شود و واقعاً هم مثل یک فرد نالایق رفتار می‌کند. تمام اینها یک زنجیره زیانبار ایجاد می‌کند. شما با شوهرتان مثل یک کودک رفتار می‌کنید. او احساس می‌کند مورد قضاوت قرار گرفته است. عزت نفس او کم می‌شود. مثل یک فرد نالایق رفتار می‌کند.
وقتی یک مرد احساس خوبی نسبت به خود نداشته باشد، رفتارش با شما کمتر حالت محبت آمیز دارد. عزت نفس یک مرد ناشی از احساس صلاحیتی است که دارد و هنگامی که مردی حس کند در مقطعی از زندگیش کارش را درست انجام نداده، برایش سخت است که رفتار محبت آمیزی داشته باشد، چه با شما و چه با خودش. وقتی شما با مردی مانند کودک رفتار کنید، احساس بی‌لیاقتی را در وی تشدید می‌کنید و مانع می‌شوید آنطور که باید دوستتان بدارد. طرف دیگر قضیه این است که هرچه شوهرتان بی‌صلاحیت‌تر به نظر برسد، شما نسبت به او تمایل کمتری پیدا می‌کنید. مردان با صلاحیت توجه زنان را بیشتر جلب می‌کنند. پس عدم صلاحیت شوهرتان جذابیت او را در نظر شما کمتر می‌کند. 3. شما اشتیاق و هوس را در رابطه‌تان از بین خواهید برد. سریع‌ترین راه برای خاموش کردن آتش اشتیاق در رابطه با شوهرتان داشتن رفتاری مادرانه است. هرچه رفتار شما با شوهرتان بیشتر مادرانه باشد، او هم بیشتر مثل مادرش با شما رفتار می‌کند. ولی مسلماً هیچ مردی نمی‌خواهد با مادرش هم بستر شود. حرام بودن میل جنسی نسبت به شخصیتی که حالت مادرانه داشته باشد، چنان در اعماق وجود اغلب مردان ریشه دوانده است که وقتی شما با جمع کردن لباسهایش، مسئولیت‌های او و رفتار کودکانش را به او یادآوری می‌کنید، همانند مادرش جلوه می‌نمایید و تقریباً برایش غیر ممکن است که با دیدی عاشقانه به شما نگاه کند. البته وقتی شوهرتان را بچه فرض می‌کنید، باعث می‌شود شما همچنین احساسی پیدا کنید. چگونه می‌توانید احساس رمانتیکی داشته باشید در حالی که در پایان هر روز با خود فکر می‌کنید که او نمی‌تواند جوراب‌هایش را پیدا کند؟ دوباره کلیدش را گم کرده است. باید به لوله‌کش زنگ بزنید چون آقا فراموش کرده است. چطور می‌توانید نسبت به فردی که مانند پسر بچه‌ای 3 ساله با او رفتار می‌کنید احساس هیجان انگیزی داشته باشید؟ شخصا باور دارم که اشتباه شماره 1 یکی از دلایل اولیه است که خانم‌ها روابط جنسی رضایت بخشی در زندگیشان ندارند. 20 سال زندگی مشترک، فشارهای مالی، تشکیل و به سرانجام رساندن یک خانواده، تمام این عوامل دست به دست هم داده و شعله اشتیاق را در روابطتان کم‌سوتر می‌کند. ولی هیچ یک از این مشکلات به زیانباری تبدیل رابطه زن و شوهر به رابطه مادر و پسر نیست. راه حل: چگونه میتوان دست از این رفتار برداشت؟ در اینجا چند پیشنهاد ارائه می شود تا بتوانید به جای مادر برای شوهرتان یک معشوق باشید. 1. کارهایی را که شوهرتان باید خودش انجام دهد، شما برایش انجام ندهید. 2. با شوهرتان همانند شخصی لایق و قابل اطمینان رفتار کنید. 3. با شوهرتان با لحن مادرانه صحبت نکنید. 4. مشخص کنید چه مسئولیت‌هایی بر عهده همسرتان است و سپس حتی اگر دچار اشتباه شد، به جای او کارها را در دست نگیرید. تسلیم این وسوسه نشوید که به کمک او بشتابید. 5. یک فهرست تهیه کنید. مواردی که نقش مادر را ایفا می‌کند. 6. با همسرتان در مورد این بازی مادر و فرزندی صحبت کنید و برای به وجود آوردن یک رابطه عاقلانه و بالغانه با یکدیگر همکاری نمایید. و 7. محکم و باثبات باشید. اشتباه شماره 2: زنان خودشان را فدا می‌کنند و همیشه خود را بعد از مردی که دوست دارند و در درجه دوم اهمیت قرار می‌دهند. 1. ما دست از علایق، سرگرمی‌ها و فعالیت‌هایمان می‌کشیم. 2. دوستان و اعضای خانواده را که مورد تایید شوهرمان نیستند کنار می‌گذاریم. مردانی که درون خود احساس ناامنی می‌کنند سعی خواهند کرد شما را از سیستم‌های حمایتی‌تان جدا کنند. 3. ما به آفتاب پرست‌های احساساتی تبدیل می‌شویم
همانند یک لوح سفید و نانوشته وارد رابطه می‌شویم و هر آنچه مردی بخواهد همان خواهیم شد. 4. رویاها و آرزوهای خودمان را کنار می‌گذاریم و در عوض به شوهرمان برای برآوردن آرزوهایش کمک می‌کنیم. چرا زنان خودشان را فدای روابطشان می‌کنند؟ شاید این سوال غیر ضروری به نظر برسد. یکی از دوستانم میگفت عزیزم، فداکاری اسم میانی من است. چندین علت برای از خودگذشتگی زنان وجود دارد. 1. مردان از ما انتظار دارند خودمان را در ردیف دوم قرار دهیم. 2. ما به عنوان زن آموزش دیده‌ایم که خودمان را در ردیف دوم قرار دهیم. 3. به جای تحقق بخشیدن به رویاهایمان از خودگذشتگی را نوعی موفقیت می‌پنداریم. نتایج فداکاری عاشقانه: وقتی خود را فدا می‌کنید تا شخص دیگری بیشتر دوستتان بدارد، در نهایت شما خودتان را کمتر دوست خواهید داشت. هر بار که برای به دست آوردن عشق مردی یک علاقه، یک دوست یا یک رویا را از دست می‌دهید، تکه‌ای از وجود خودتان را کنار می‌گذارید. هرچه بیشتر از خود گذشتگی کنید، مقدار کمتری از خودتان باقی می‌ماند، تا جایی که یک روز بیدار می‌شوید و احساس می‌کنید تهی هستید. هیچ چیز از شما باقی نمانده است. برای اینکه بیشتر مورد قبول باشید، همه چیز را از بین برده‌اید و در طول این فرایند شما ماهیت و روح زنانگیتان را از دست داده‌اید. راه حل: چگونه فداکاری را متوقف کنید؟ 1. از تمام فداکاریتان در روابط عاشقانه یک فهرست تهیه کنید. 2. فهرستی از افراد، علایق، فعالیت‌ها و باورهایی که برایتان مهم هستند تهیه کنید. 3. با رویاهای خود پیمان ببندید. آن وقت به جای احساس خلأ، آفتاب پرست احساساتی که در انتظار مردی برای کامل شدن است، احساس غنی بودن خواهید کرد. اشتباه شماره 3: زنان عاشق امکانات و توانایی مردان می شوند. من عاشق یک مرد آنطور که واقعا بود نمی شدم. عاشق توانایی بالقوه او می شدم. چگونه ما عاشق توانایی های بالقوه یک مرد می شویم؟ 1. ما به مأموریت های نجات احساس می رویم. مردانی را پیدا می کنیم که میل ندارند به خودشان کمک کنند و سعی می کنیم نجاتشان دهیم. 2. ما مردانی را پیدا می کنیم که ما را دوست ندارند یا درست رفتار نمی کنند و بر چیزی پافشاری می کنیم که به دست نمی آوریم ولی می دانیم وجود دارد. اگر به اندازه کافی دوستش بدارم او تغییر خواهد کرد. حقیقت این است که اگر مردی به اندازه کافی خودش را دوست بدارد تغییر خواهد کرد. داشتن رابطه سالم با یک مرد یعنی دوست داشتن او به خاطر همان که هست، نه دوست داشتن او علی‌رغم چیزی که امروز هست یا به امید چیزی که فردا خواهد بود. چرا زنان عاشق توانایی‌های بالقوه یک مرد می‌شوند؟ چگونه می‌توان فهمید که آیا شما دچار این بیماری هستید یا نه؟ به خودتان میگویید که مرد شما فقط به زمان بیشتری نیاز دارد. به خودتان میگویید هیچ وقت کسی به اندازه کافی او را دوست نداشته است. احساس میکنید هیچ کس او را درک نکرده و شما تنها کسی هستید که اوی واقعی را میشناسید. توجیه کردن رفتار بد او با شما یا با خودش. احساس میکنید نمیتوانید این مرد را تنها بگذارید. خودتان را قانع می‌کنید که اگرچه مرد شما آن تکه از قلب و وجود خود را از شما دریغ داشته، ولی چیزی که به شما می‌دهد ارزش حفظ رابطه را دارد. راه حل: چگونه می‌توان مانع از آن شد که عاشق توانایی درونی مردی شوید؟ 1. انرژی خلاق خود را به جای اینکه برای مردی صرف کنید، ابتدا روی خود و شغلتان متمرکز کنید. 2. فهرستی تهیه کنید. کارهایی که در زندگیم به خاطر نجات مردان از انجام دادن آنها پرهیز می‌کنم. 3. مردی را بیابید که آنقدر مسئول باشد که بخواهد خودش مشکلاتش را حل کند و دیگر لازم نباشد شما آن کار را برایش انجام دهید. و
به اشتباه شماره 4 که میرسیم دیگه زمان ندارم که برای شما این کتاب زیبا رو بخونم. اگر علاقه دارید به روابط بهتر و سالمتر لطفاً این کتاب رو تهیه کنید و تا انتها بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.